روز شما بخیر بینندگان ارجمند. امروز چهارشنبه 25 مارس است. این برنامه خبری و تحلیل اخبار آزادی که از استودیوی مرکزی ما در شهر پراگ تقدیم شما می شود. در 15 دقیقه بعد شما را با خبر و تحولات مهم در تاجیکستان و جهان شناس میکنیم. توجه کنید به موضوعاتی که در این نشر تقدیم می شوند. رسانه‌های آمریکایی گزارش می‌دهند که واشنگتن با دست پاکستان به ایران نقشه ختم جنگ را فرستاده است. پرزیدنت آمریکا خوشبین است. خواهشی آن را دارم که ما این را بی تلف دادن جان بیشتر و بی خراب کردن نیروگاه‌های 10 میلیارد دلاری مورد استایش بسیاری‌ها خاتمه داده توانیم. چرا مسافران سعودی فرودگاه‌های کشورهای همسایه را برای پرواز به خارج انتخاب می‌کنند؟ رئیس فرودگاه خوجند تلاش دارد وضعیت را تغییر دهد. امروز فقط یک جا پاسپورت می‌بینند، آخران مثلا پاسپورت می‌بینند کارگران خود فرودگاهی. مقامات ارمنستان شهروند 46 ساله تاجیکستان اسام‌الدین رجبوف را که با درخواست دوشنبه در مرز این کشور دستگیر شده بود بعد 3 روز رها کردند. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ گفت با آدمان مناسب در ایران در گفتگو هستند تا که به گفتش به سازش ختم جنگ دست یابند. ولی مقامات در ایران این خبر را تصدیق نمی کنند و معلوم نیست واشنگتن محض با کدام مقامات و نمایندگان رسمی جمهوری اسلامی در گفتگو می باشد. این زمان پرزیدنت ترامپ گفت که یک طرح نقشه ختم جنگ را در 15 بخش تهیه کرده و به دست ایران سپردند و آن می تواند یک پیشرفت جدی برای آتش بس گردد. جزئیات موضوع از همکارم کیومرث سیاتو. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت در رابطه با سازش ختم جنگ با آدمان مناسب در ایران در گفتگو است. در عین زمان حمله های تهران به اسرائیل و کویت ادامه کرد. رسانه‌های آمریکایی نوشتند که احتمال هزارها سرباز به منطقه سفربر شوند. نشریه نیویورک تایمز و کانال 12 اسرائیل میگویند امریکا به ایران نقشه صلحی عبارت از 15 شرط را فرستاد. این خبر را در تهران یا واشنگتن هنوز به طور رسمی شرح ندادند. خواهشی آن را دارم که ما این را بی تلف دادن جان بیشتر و بی خراب کردن نیروگاه‌های 10 میلیارد دلاری مورد استایش بسیاری‌ها خاتمه داده توانیم. نیویورک تایمز با تکیه به 2 منبعی که نامشان فاش نشده است نوشت معلوم نیست تا کجا نقشه پیشنهادی که با دست پاکستان رسانده شده است توان ختم پوره نزاع را دارد. کانال 12 اسرائیل با تکیه به 3 منبع گفت واشنگتن می‌خواهد آتش بس یک ماهه‌ای بررسی نقشه اعلان شود و در این مدت در قطار چیزهای دیگر گلوگاه هرمز باز شده، برنامه هسته ایران، گروه‌های یاری رسان رژیم نابود کرده شوند و تحریم‌های تهران بیکار گردند. در حالی که ایران حمله ها را به اسرائیل و کشورهای خلیج و مؤسسه های آمریکایی در منطقه ادامه می دهد و آبراهای هرمز بسته می ماند، دونالد ترامپ می گوید که جنگ را برده‌اند و ایران پرره مغلوب کرده شد. ولی جنگ از زمان حمله های آمریکا و اسرائیل به ایران در روز 28 فوریه با همان شدت دوام دارد. مطبوعات آمریکایی با تکیه به منبع‌های بینام از ارسال هزارها سرباز دیویزیای هوایی 82 به خاورمیانه خبر می‌دهند. وال استریت جورنال نوشت که پنتاگون یا وزارت دفاع آمریکا 3000 سرباز فرستادنی است. نشریه میگوید این سربازان هنر استفاده چتر را در خاک دشمن دارند. ایران بالای کویت و اسرائیل حمله ها را انجام داد و مقامات گفتند که در پی حمله درون ها در تل‌آویو بنای ویران شد و 6 نفر مجروح گشتند. نظام دفاعی ضد موشکیش به حمله های موشک و درون واکنش کرد و درباره در هوا خنثی شدن آنها خبر داد. اینچنین روز 24 مارس نظامیان عراقی آمریکا و اسرائیل را برای مورد هدف قرار دادن قرارگاه نیروهای مردمی سفربری یک گروه وابسته از جنگجویان شیعه مذهبی ایرانی و هم منزل رهبر این سازمان متهم کرد و گفت که 15 کس کشته شده است. به قول نشریه فاینانشال تایمز ایران به کشورهای عضو سازمان بین المللی دریانوردی گفته است کشتی‌های کشورهای غیر دشمن در صورت هماهنگی با مقامات ایران می توانند از گلوگاه هرمز گذر کنند. کنت پولاک یک تحلیلگر مسائل خاورمیانه میگوید در اصل برای تصدیق اینکه پیشرفت دیپلماتی وجود دارد دلیل کافی در دست نیست. پولاک که در گذشته تحلیلگر مرکز استخبارات آمریکا هم بوده است روز 23 مارس به رادیو آزادی گفت طور من میفهمم ایرانی ها پیش شرط های کلان گذاشتند.
مثل اینکه امریکا باید جبران جنگ را پردازد و همه نیروها را از منطقه عقب کشد و این چیز قابل قبول ترامپ نیست. وی افزود حرفهای دونالد ترامپ بیشتر به خاطر آرام کردن بازار، نه بیان واقعیت و یا نمایش پیشرفت جدی صدا دادند. تحولات اخیر ایران و خاورمیانه را در سامانه ما هم پیدا خواهد کرد و در ادامه برنامه ما به این موضوع باز برمیگردیم و از آن میگویم که با شروع جنگ در ایران نرخ فلزات گرانبها از جمله طلا و نقره پایین شده باعث توجه مشتریان شده است. حالا رو میاریم به تاجیکستان. مسئولان فرودگاه بین المللی خوجند از یک بار کم شدن شمار مسافران خبر میدهند. آنها میگویند در سال 2025 شمار خط‌سیرها هم که از این فرودگاه پروازها انجام میدهند کم شدند. دلیل اساسیش در فشار زیاد مقامات روسیه به مهاجران تاجیک است که بسیاری ها را از سفر به این کشور دلسرد نموده است. فرودگاه میگوید در یک سال توان خدمت رسانی به 5 میلیون مسافر را دارد ولی حالا از 1/10 آن را به کار میبرد. فرزان محمدی موضوع را ادامه میدهد. فرودگاه بین المللی خوجند را چند سال پیش تعمیر و بازسازی کردند تا هم خدمت رسانی بهتر و هم شماره مسافران بیشتر گردد. اما مسئولان 2 سال باز از کم شدن مشتریان و کاهش درآمد گزارش می‌دهند. از جمله فرودگاه بین المللی خوجند در سال 2025 قریب 60 میلیون سامانی به حساب حاضر تقریباً 6 میلیون دلار کمتر فایده دیده است. مسئولان فرودگاه کاهش مسافران و تعداد پروازها را از سبب‌های اساسی می‌نامند. قربانی علی مردان رئیس فرودگاه در یک نشست مطبوعاتی چند پیش وضع را به رقابت با فرودگاه‌های کشورهای همسایه تاجیکستان پیوند داد. رشی مردم و همه برآمده مثلا من قریب که ایمو کم میپرن. اگر مثال بریم اگر 18 تا شهر نویا باشه اگر حساب کنیم اگر 5 دمو نیست اوراتی به دمو ایمو پرواز نمیکنه. خودی میگه عینی نیست مثلا من هم زفر آباد ایمو پرواز نمیکنم. مثلا مسافر بسیار نیستن. من اطرافنا اسفاره نیست. من مثلا کنی بودم نیست. خودی من اشکالچم جوام جو تا طرف ماشو هم تشکیل هم ازبکستان سمرقند هم برامده میرن. خیلی همیشه شکر سالی بود که عموما پرواز نمیکردم. همین فرودگاه در سال 2024 نیز در مقایسه به سال از آن پیش حدود 100 میلیون سامانی کمآمد داشته است. آن وقت مسئولان فرودگاه سبب را به حادثه های ماه مارت سال 2024 در تالار کراکوس سیتی هال مسکو ربط دادند. مقامات روسیه در پیوند به آن حادثه چند زاده تاجیکستان را دستگیر و سفر مهاجران را سخت کرده و هزارها نفر را با بهانه‌های گوناگون از این کشور راندند. در حالی که مقامات دلایل خود را برای کم شدن درآمد در میان می‌گذارند، شکایت‌ها از خدمات فرودگاه خوجند نیز کم نبوده است. بعضی از کاربران شبکه‌های اجتماعی در شرح یک مطلب رادیو آزادی در این باره نوشتند که به سبب شدیدتر شدن سنجش در فرودگاه خوجند پرواز را به واسطه کشورهای همسایه بهتر می‌دانند. در فرودگاه وجود این مشکل را تصدیق کرده گفتند حالا سنجش مسافران را تا حد ممکن پایین آوردند. 13-14 فقط پاسپورت میدیدن. همه را باید بودیم. امروز فقط یک جا پاسپورت میبینن. آخران مثلا پاسپورت میبینن کارگران خود فرودگاهی میبینن در حقیقت همین مثال که وای چیزی بیا همین چیپتشان با همه توغری است یا فامیلشان توغری است همون رو دیده پیش از میزنن میتکن. به اطلاع رسمی فرودگاه بین المللی خوجند میتواند در یک سال به 5 میلیون مسافر خدمت رساند. در حال حاضر از 1/10 این تواناییش به کار برده می شده است. مسئولان فرودگاه میگویند برای جلب هرچی بیشتری مسافران تجربه دیگران را خواهند آموخت، اما نگفتند که برای کاهش نرخ بلیط و بالا بردن سطح خدمت رسانی آماده هستند یا نه. چیزی که نه تنها فرودگاه خوجند بلکه فرودگاه‌های دیگر تاجیکستان را برای آن پیوسته تنقید میکنند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر بوستان.
یک شهروند تاجیکستان بعد 3 روز بازداشت و تحقیق پروندهش از جانب مقامات ارمنستان آزاد شده است. ما دیروز خبر داده بودیم که شهروند 46 ساله تاجیکستان اسامالدین رجبوف را با درخواست دوشنبه در مرز ارمنستان و گرجستان دستگیر کردند و گفتند در تاجیکستان او را از روی اتهام تندگرایی در جستجو قرار دادند. جزئیات این حادثه و هم نظر خود رجبوف را به این قضیه همکارم میرزانبی خالقزاد خلاصه میکند. مقامات ارمنستان شهروند 46 ساله تاجیکستان اسامالدین رجبوف را که با درخواست دوشنبه در مرز این کشور دستگیر شده بود رها کردند و از گرجستان به ارمنستان می آمد. اسامالدین رجبوف روز 25 مارس در صحبت با رادیو آزادی گفت حالا نیت دارد با یاری سازمان‌های حامی حقوق به کشوری سیوم برود. در ارمنستان به او گفتند که در تاجیکستان به تندگرایی با استفاده از شبکه‌های اجتماعی متهم است. 2 روز پیش مرا بازداشت کرده گفتند به تندگرایی گمانبر هستی و در پیگرد قرار داری. هیچ امید نداشتم که آزاد میکنن. در بازداشتگاه معامله خوب داشتن. دیرتر گفتن که تو آزاد هستی و به هر کجای میخوای انتخاب کن و زندگی کن، گفت اسامالدین رجبوف. جستجوی رادیو آزادی نشان داد که اسامالدین رجبوف در شبکه اجتماعی فیسبوک با امضای مستعار مطلب‌های تنقیدی نشر کرده است. رجبوف از سال 2009 تا سال 2012 در دسته زود عمل تعیینات مخصوص یا آمان وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خدمت کرده، سپس به روسیه و از آنجا به ترکیه و گرجستان رفته است. در یک سال اخیر دستی کم 5 شهروند تاجیکستان در مرز ارمنستان بازداشت و تاکنون 3 نفری آنها رها کرده شدند. نرخ طلا و نقره که در تاجیکستان هم طلبگار زیاد دارد روزهای اخیر در جهان پایین آمده است. حالا در تاجیکستان رسما استراحت است و وضع دکان‌های طلا فروشی و ارزش طلا در وبسایت بانک ملی معلوم نیست، ولی در هندوستان پایین روی نرخ طلا و نقره بسیاری ها را به مغازه جواهرات برد. چرا؟ گزارش مولا رجب یوسفی را در این باره می‌بینیم. پس از آن که نرخ طلا و نقره در جهان به طور چشمرس پایین رفت، فروشگاه‌های مصنوعات زرگری در هندوستان روز 23 مارس شاهد مشتری زیاد بودند. مردم مشتاق این فلزی گرانبها گفتند با استفاده از فرصت انگشتری و دستپانه و گوشوار یا گردنبند طلا می‌خرند تا در آینده از آن استفاده کنند، چی برای زیب و زینت و چی برای فروختن و فایده گرفتن. این وضع برای ما خوب است چون کمک میکند که مقدار طلا خریم. بیشتر نرخ آن حتی تا 1.7 لک روپیه یا 1823 دلار رسیده بود. آن زمان خریدن طلا برای ما واقعا فایده نداشت. حالا مردم امید دارند که میتوانند برای استفاده در آینده کم طلا بخرند. از شروع درگیری در خاورمیانه در آخر ماه فوریه ارزش طلا قریب 22% کاهش یافت، ولی در مقایسه با نرخ رکوردی آن که هر اونسش در آخر ماه ینور امسال به تقریبا 5600 دلار رسیده بود، حدود 25% پایین آمده است. اشوینی چاودکر در هندوستان این وضع را امکانیت برای سرمایه گذاری می داند. بله، نرخ بسیار پایین آمد، هم نرخ طلا و هم نرخ نقره. بنابراین احساس می کنیم که باید هر چی زود سرمایه گذاری کنیم. این فرصت خوب است، زیرا اگر نرخ در آینده باز بالا رود دیگر چنین امکان نخواهیم داشت. یک تحلیلگر به خبرگزاری ریترز گفته است ادامه نزاع در خاورمیانه و پایین آمدن نرخ بهره یا فائز جذابیت طلا را کمتر کرد. قرار بود که بانک مرکزی امریکا نرخ بهره یا فائز را کم کند و بر اساس آن انتظار می‌رفت که طلا تا حد حمایت شود، اما ایالات متحده نرخ بهره را کاهش نداد و همین باعث گشت که ارزش طلا بالا نرود بلکه پایین بیاید. نقره و فلزات دیگری گرانبها که در تاجیکستان هم طلبگاران زیاد دارند کاهش شدید نرخ را از سر می‌گذرانند. ارزش نقره هم زیاده از 6% پایین رفته است. شاید این وضع برای عده خوشایند نیست، اما خریداران سرشمار در هندوستان آن را فرصت بسیار مناسب هم برای زیب دادن دست و گردن و گوش و هم سرمایه‌گذاری برای آینده می‌دانند. در همین جا این نشر برنامه اخبار آزادی به پایان میرسد، ولی هر وقت دیگر میتوانید خبرهای تازه ترین را از سامانه azadi.org و صحیفه های رادیو آزادی در تیک تاک و تلگرام، فیسبوک، اینستاگرام و یوتیوب و ایکس پیدا کنید. تا برنامه های دیگر، خدا نگهدار.